یو آقا چطوری بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو ماژینیا. خب تو این ویدیو قراره که یه ولاگ روزانه داشته باشیم، بریم با هم دیگه برسیم از کارامون برسیم و اینا. حالا چه کارایی؟ اولا هم الان ما داریم میریم پیش دوکی، داریم میریم پیش دکتر. خب بعد از این که رفتیم پیش دکتر که یکم با هم صحبت کردیم، میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم تئاتر. ما یه چند وقتیه با هم داریم به کار تئاتر انجام میدیم. میخوام ببرمتون اونجا، یکم اونجا رو بهتون نشون بدم و اینا، پشت صحنه بهتون نشون بدم، اونجا رو ببینین و اینا. کلا یه امروز با ما باشین. بریم ادامه روز. بچه‌ها الان اومدیم پیش دکتر، نشستیم کافه یه بازی بکنیم، یه استراحتی بکنیم که بعدش همون طرف بریم سمت تئاتر. دوکی قراره بشیم منچ بزنیم و لذت ببریم از زندگیمون. قبل از اینکه بچه‌ها الان شما شروع کنیم ویدیو گرفتن، بچه‌ها نشستن منچ بازی کردن، همدیگه تیکه تیکه کردن. الان می‌خوایم یکم منچ بازی بکنیم، همدیگه رو تیکه تیکه کنیم. آره دقیقاً. بندی میکنیم بابا، اصلا شکست نفسی و بندی و اینا رو با هم انجام میدیم. 6 تا دکتر اومد. آجی نگاه کجاست؟ یه دوره مراد رو نزدم چجوری بردم. منم همینجوری برده بودم. خب آقا الان دیگه داریم میریم سمت تئاتر. تو راه براتون نمیگیرم چون دارم میمیرم و چرت زیبایی میزنیم و بریم که داشته باشیم. خب اومدیم بیرون از کافه و الان اومدیم در خدمت آقای اکسرو. خدافظ. چطوری بچه؟ آی دوربین مرد، هومن دوربین مرد. بچه الان ما اومدیم تئاتر، یعنی اجرا داریم یه چند دقیقه دیگه. الان باید بریم پشت صحنه کاراشو انجام بدیم تا اینکه بریم چیز بکنیم. سلطان پشت صحنه ایران. نه قربون ما کاری نمی‌دونم، دکمه بزن. خب بچه‌ها میخوام ببرمتون پشت صحنه تئاتر و البته خب پشت صحنه تئاتر صرفا سالن حلقوان، بقیه جاها نمیدونم اینجوری باشه یا نباشه. خب ببین کی اینجا داریم. خب چطوری هنرمند؟ برو نگاه. دوربین بیاین بعد. آقا الان این پشت صحنه ما نشستیم منتظریم بچه‌ها بیان برن واسه گیریم. تا الان گیریم؟ نه بعد برم گیریم. الان میریم گیریم هم واسهتون ویدیو اول من میرم گیریم دیگه. آره دیگه من بیشتر از بقیه. آره الان میریم پشت صحنه، یعنی چیزام بهتون نشون میدم اتاق گیریم و بعد اگه بتونم اتاق فرمانم بهش نشون بدم، دکمه‌ها بردارم و اینا که بشه. آره خلاصه. نه ولی ان شاءالله امشب همین چوکیه. میگم تو فرمان این بندازیم. آره اتاق فرمان خیلی بهتره. تو فرمان بندازیم خیلی بهتره. آره. بچه‌ها بازتره. آره تو فرمانو ندیدم. خیلی. آره احتمالاً. اگه دیدین کامنت کنین، اگه ندیدین هم بهتون الان نشون میدم یه چند دیگه. بریم که یکم توی خود سالن اینجا رو بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها الان اومدیم نشستیم پیش یکی از بازیگرای مردمی. چرا انقدر پوکر داری دوربین نگاه می‌کنی؟ نمیخوای به ویو برای من بازی بیننده های من چیزی بگی؟
به بیننده تو مثلا برای چی بگم؟ نمیدونم. فوش نه میتونم فوش نه، دست در هر کاری می‌کنی. من فوش خورم خوبه. نه دست فوش بدم خوبه. نه دست در نکنه مرسی. بریم بقیه جا هم بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها اینا پشت، یعنی قبل از ورود به اتاق گیریم. من خودم رو یه دقیقه برگردونم. الان اینجا باز میشه، میدیم این تو بهتون اتاق گیریم رو نشون میدم و اینکه گریم آرمینم نشون میدم که چجوری میشه. یه چیز باحالیه. خب بچه‌ها اینم اتاق چیه اتاق فرمانه که میخواستم بهتون نشون بدم. ببینین اینجا رو و اونجا هم که بچه‌ها این نورا، الان ما این نور رو بدیم، آره نور صحنه روشن میشه. بچه سیستم موزیک کلا توی تئاتر هم با گوشی ست میشه دیگه کامل. اون مستاییه به قول مثلا. علیان اومد دوربین رو به من داد و اینکه باید بریم تئاتر رو ببینیم به زودی ایشالله. فکر کنم یه 20 دقیقه تأخیر داریم و قراره بپزیم تو این گرما. بسیار عالیه، خیلی خوشحالم. اصلا در حال مرگ نیستم. مدیونی فکر کنی در حال مرگم. ما بریم داخل تئاتر. سی سکانس‌های باحالش رو این تونستم براتون میگیرم، لذت ببرید. من باتری سوشیالم در حال مرگه. خداحافظ. دوستی کردی؟ چه دوستی کردی رفت؟ لعنتی دوباره دوستی کردی؟ رفت نکردم. آدماش بیان میگن پیدا میکنم. اصلا مهم نیست کجا قایم شی. تهشون جسد تو ته روز خودم پیدا میکنم. احمق. الویس واسه انتخابات کنگره امریکا شرکت میکنه. اون وقت همسرش داره با یه مشت تبهکار همکاری میکنه. این عالیه. منظورت تبهکار منم؟ نه خیر. چی؟ مایک تو چونه بزرگ. من بخش رو چی میگیرم؟ من بخش رو بارو این کیه؟ بارو این کیه؟ بارو این کیه؟ را پیشیده ندارم خب؟ کمکم کن با هم دیگه ببرم چیزی دیگه باشه؟ چی داری میگی؟ نه خود من ببر بیرون. اینو ببرم بیرون؟ آره برش بیرون دیگه ها؟ بارو تو رو خود ازت خواهش میکنم. اینو ببرم بیرون رو نمیشه که راه بدیرم چرا زنگ نزدی به پلیس؟ بابا به پلیس زنگ نزدی هر موقع هر جای اسم پلیس بیاد وسط اولین نفری که گرفته میشه هارولد بعدش من نمیخوام با مارک در بیافتم. خب بچه ها مثل که اجرای بعد ما پژمان جمشیدی اومده نگاه کنه اجراشون رو. اگه بتونیم یه عکس هم با اون بگیریم بریم ببینیم که میتونیم پیداش کنیم باش ویدیو که نه عکس بگیریم یا نه.
آرمین آقای جمشیدی یه افتخار هم به ما بدین اگه با پستر عکس بندازیم. خب بچه تموم شد بالاخره تئاتر ما. هزار بدبختی. آره. خداحافظی میکنیم ازتون من و دکتر. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون این داشت یادم میرفت من ترکیدم بچه. سریع نباشید. آره بچه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا دیداری دیگر. بدرود.